به نام خدا. از شرکت دیجیتال خودرو، تنها نماینده رسمی و انحصاری فروش و خدمات پس از فروش شرکت تینکار در ایران در خدمت شما هستیم. در این ویدیو قصد داریم نحوه اتصال دیاگ تینکار مدل SE به خودروی کیا سراتو رو با هم بررسی کنیم. با ما همراه باشید. برای شروع فرآیند ارزیابی در ابتدا لازمه که VCI یا رابط ارتباط با خودرو رو به سوکت OBD متصل کنیم. همونطور که مشاهده میکنید سوکت ارزیاب خودرو سراتو در قسمت بالای پای سمت چپ راننده قرار داره. دقت داشته باشید در صورت وجود برق و منفی در سوکت OBD LED سبز رنگ روی VCI روشن خواهد شد. در ادامه سویچ خودرو رو باز میکنیم. در نظر داشته باشید برای اینکه از امکانات دستگاه به صورت کامل بتونید استفاده کنید بهتره که دستگاه به اینترنت متصل بشه. در ادامه گزینه دیاگنوستیس یا ارزیابی رو از منو اصلی انتخاب میکنیم. در این قسمت باید نام برند خودروساز مورد نظرمون رو انتخاب کنیم که برای این کار دو روش کلی وجود داره. یک روش استفاده از وین اسکن هست که با توجه به وین کد خودرو مورد نظر به صورت خودکار نام برند خودروساز انتخاب میشه. روش دوم انتخاب نام برند خودروساز به صورت دستی است که متناسب با ناحیه جغرافیایی مورد نظر میتونیم نام برند خودروساز رو انتخاب کنیم. ابتدا ما به توضیح گزینه وین اسکن میپردازیم. برای انتخاب نام خودرو از طریق گزینه وین اسکن دو روش کلی وجود داره. یکی استفاده از گزینه کامرا اسکن و دیگری استفاده از روش اینتروین هست. در صورتی که گزینه اینتروین رو انتخاب کنیم باید وین کد خودرو به صورت دستی در کادری که دستگاه دیاگ به ما نشون میده وارد کنیم که معمولا در برند خودروهای هیوندا و کیا وین کد خودرو در این قسمت از شیشه جلو هک شده و نمایش داده میشه. روش دوم استفاده از گزینه کامرا اسکن هست که در صورتی که ما کامرا اسکن رو انتخاب کنیم میتونیم با اسکن کردن وین کد خودرو دستگاه به صورت خودکار وین کد خودرو که به صورت عکس نمایش داده میشه تبدیل به متن میکنه و دیگه نیازی نیست که شما به صورت دستی وین کد رو به داخل دستگاه وارد بکنید. همونطور که مشاهده میکنید دستگاه به صورت خودکار تصویر وین کد رو تبدیل به متن کرد و شروع به شناسایی کردن برند خودرو کرد. در این قسمت ما سه گزینه داریم برای انتخاب کردن. گزینه اول کیا برای مناطق جغرافیایی عمومی هست. گزینه دوم و سوم کیا برای کشور خود کره هست که ما گزینه اول رو انتخاب میکنیم. با انتخاب گزینه کیا برای ناحیه جغرافیایی عمومی مدل خودرو و وین کد خودرو در صفحه نمایش دستگاه نمایش داده میشه. در ادامه برای انتخاب دقیق‌تر مشخصاتی مانند نام خودرو، سال ساخت، حجم موتور و نوع سوخت مصرفی با انتخاب یکی از گزینه‌های دیاگنوستیس یا کویک اکسس مراحل رو پیش میبریم. در اینجا ما گزینه دیاگنوستیس رو انتخاب میکنیم ولی به صورت کلی بین گزینه دیاگنوستیس و کویک اکسس تفاوت چندانی وجود نداره. همونطور که مشاهده میکنید در این قسمت ما دو گزینه 16 پین DLC و 20 پین DLC رو داریم. DLC مخفف دیتا لینک کانکتور به معنی سوکت ارزیاب هست. با توجه به اینکه ما در این خودرو کانکتور VCI رو به سوکت ارزیاب 16 پین متصل کردیم باید گزینه 16 پین DLC رو انتخاب کنیم. دقت داشته باشید در برندهای هیوندای و کیا سوکت ارزیاب 20 پین در داخل محفظه موتور زیر کاپوت قرار داره و اگر شما VCI رو با استفاده از یک کابل رابط به سوکت ارزیاب 20 پین در
داخل محفظه موتور متصل کرده باشید باید گزینه 20 پین DLC رو انتخاب کنید. بنابراین از اونجایی که ما VCI رو به سوکت ABA 16 پین در داخل خودرو متصل کردیم، میایم گزینه 16 پین DLC رو از اینجا انتخاب میکنیم. در این مرحله مشخصاتی از قبیل ناحیه جغرافیایی سفارش خودرو، نام خودرو، سال ساخت و حجم موتور رو میتونیم از طریق گزینه منوالی سلکت به صورت دستی و یا اتوماتیکالی سرچ به صورت جستجوی خودکار انجام بدیم. در صورتی که گزینه اتوماتیکالی سرچ رو انتخاب کنیم، دستگاه دیاگ به صورت خودکار مشخصات خودرو از روی وین کد خودرو شناسایی کرده و در این کادر به ما نمایش میده که اگر من گزینه اوکی رو انتخاب کنم به مرحله بعد میریم. اما اگر گزینه منوالی سلکت رو انتخاب بکنم، اینجا یک پیام نمایش میده به این مفهوم که وین کد has been detected، یعنی دستگاه دیاگ وین کد خود رو به صورت صحیح شناسایی کرده. در این قسمت اگر من گزینه اوکی رو انتخاب کنم، دستگاه به مرحله بعد میره. اما اگر گزینه کنسل رو بزنم، باید به صورت دستی خودم مشخصات خودرو مرحله به مرحله انتخاب کنم. بنابراین من گزینه کنسل رو انتخاب میکنم. در ادامه ناحیه جغرافیایی سفارش دهنده خودرو باید انتخاب کنیم. همونطور که مشاهده میکنید اینجا 3 گزینه جنرال ایریا، USA ایریا و کانادا ایریا وجود داره که ناحیه جغرافیایی سفارش آمریکا، سفارش کانادا و جنرال ایریا به مفهوم ناحیه جغرافیایی عمومی هست که این خودرو مربوط به ناحیه جغرافیایی عمومی هست و ما این رو انتخاب میکنیم. در این قسمت لیست تمام محصولات برند کیا نمایش داده میشه که ما باید نام خودرو و کد اون رو به صورت صحیح بر اساس وین کد خودرو انتخاب کنیم که خودرو مورد نظر ما کیا سراتو است. همونطور که مشاهده میکنید کیا سراتو با کدهای مختلف نمایش داده میشه که ما باید سراتو فورت TD رو انتخاب کنیم. دقت داشته باشید خودروهای کیا سراتو مونتاژ سایپا هم با همین نام سراتو فورت TD باید انتخاب بشه. سپس سال ساخت رو متناسب با وین کد خودرو که در اینجا 2012 هست انتخاب میکنیم. در این قسمت ما 2 گزینه رو مشاهده میکنیم. گزینه اول G16 DOHC، گزینه دوم G2DOHC. G مخفف گازولاین به معنی بنزین سوز بودن خودرو، 1.6 یعنی 1.6 لیتر یا 1600 سی سی حجم موتور هست. DOHC به معنی دابل اوورهد کمشافت، یعنی 2 میل سوپاپ در سیلندر که به معنای جدا بودن میل سوپاپ دود از هوا است. در این قسمت G2 به معنی 2 لیتر بودن یا همان 2000 سی سی بودن موتور خودرو هست و همچنین دابل اوورهد کمشافت اینجا نمایش داده شده. در این خودرو که ما بررسی میکنیم موتور خودرو 1.6 لیتر هست، بنابراین ما گزینه اول رو انتخاب میکنیم. در این قسمت با انتخاب گزینه هلث ریپورت میتونیم یک گزارش سلامت کامل از تمامی یونیت های موجود در این خودرو داشته باشیم و یا اینکه گزینه سیستم سلکت رو انتخاب کنیم و یونیت مورد نظر خودمون رو انتخاب کنیم. من در این قسمت گزینه هلث ریپورت رو انتخاب میکنم. با انتخاب گزینه هلث ریپورت مشاهده میکنیم که دستگاه دیاگ به تمامی یونیت های موجود بر این خودرو متصل شده و شروع میکنه به گزارش گیری. همونطور که مشاهده میکنید برخی از یونیت ها رو جلوش نوشته نو فالت کد به معنی اینکه هیچ کد خطایی نداره. در برخی قسمت ها نوشته فایند فالت کد که کد خطا پیدا کرده و به عنوان مثال در جلوی برخی از یونیت ها نوشته نو ایکویپد به این معنی که این یونیت در روی این خودرو موجود نیست. بعد از گزارشگیری کامل از تمامی یونیت های موجود روی خودرو مشاهده میکنیم که یونیت هایی که در اون کد خطا وجود داره به رنگ قرمز نمایش داده شده و باقی یونیت ها که مشکلی ندارن و کد خطا ندارن و با تیک سبز به ما نمایش میده. در این قسمت میتونیم به هر کدوم از یونیت ها با انتخاب اون به صورت دستی دسترسی داشته باشیم.
در قسمت پایین تصویر 3 تا گزینه مشاهده می‌کنیم. گزینه ریپورت از گزارشی که توسط دستگاه دیاگ گرفته شده یک فایل خروجی به ما میده که میتونیم اون رو پرینت کنیم و یا ذخیره کنیم و بعداً ازش استفاده کنیم. گزینه کلیر دی‌تی میاد تمامی کدهای خطایی که شناسایی کرده رو پاک میکنه و با انتخاب گزینه ری اسکنینگ مجدداً فرایند گزارشگیری و اسکن کردن از یونیت های موجود روی خودرو دوباره تکرار میشه و این کار مجدداً انجام میشه. همچنین میتونیم گزینه سیستم سلکت رو انتخاب کنیم و لیست یونیت های موجود روی این خودرو رو اینجا مشاهده کنیم. همونطور که میبینیم لیست یونیت های موجود روی این خودرو به تفکیک در اینجا نمایش داده شده. به عنوان مثال ECM یا یونیت موتور، ESP یا یونیت کنترل پایداری، AC یا یونیت تهویه مطبوع، اسمارت کی یا یونیت استارت دکمه‌ای، ایمو یا یونیت سیستم ضد سرقت، TCM یا یونیت گیربکس اتوماتیک، SRS یا یونیت ایربگ، BCM یا یونیت کنترل بدنه، استرینگ یا همون یونیت فرمان برقی که به عنوان مثال من در این قسمت یونیت موتور رو انتخاب میکنم. در این قسمت نوع سوخت مصرفی از لحاظ با سرب یا بدون سرب بودن و همچنین استاندارد آلایندگی متناسب با وین کد خودرو باید انتخاب کنیم. همونطور که مشاهده میکنید در صفحه نمایش 3 گزینه نمایش داده میشه. گزینه اول انجین آنلیدد جنرال به معنی بنزین بدون سرب و استاندارد آلایندگی عمومی هست. گزینه دوم انجین آنلیدد EOBD به معنی نوع سوخت مصرفی بنزین بدون سرب برای استاندارد آلایندگی اروپا هست. و گزینه سوم انجین لیدد اول برای تمامی موتورهایی که سوخت با سرب و همون بنزین با سرب رو مصرف میکنن. دقت داشته باشید خودروهایی که برای کشورهای عراق و سوریه ساخته میشن، به سفارش اون کشورها ساخته میشن، معمولاً از نوع انجین لیدد اول هستند که در اون خودروها کاتالیست و سنسور اکسیژن موجود نیست. بنابراین برای این خودرو با توجه به وین کد خودرو ما گزینه انجین آنلیدد جنرال رو انتخاب میکنیم. توجه داشته باشید تمامی منوهایی که در این مرحله مشاهده میکنیم بعد از اتصال به تمامی یونیت ها تقریبا مشابه و یکسان است. همونطور که در صفحه مشاهده میکنیم 6 تا گزینه اینجا نمایش داده شده. گزینه اول ماژول اینفورمیشن که مشخصات نرم افزاری و سخت افزاری یونیت رو به ما نمایش میده. گزینه دوم رید فالت کد هست که میتونیم کد خطاهایی که روی این یونیت هست رو بخونیم و مشاهده کنیم. گزینه بعدی کلیر فالت کد هست که ما میتونیم کد خطاهایی که روی این یونیت هست رو پاک بکنیم. گزینه بعدی رید دیتا استریم هست که پارامترهایی که روی این یونیت هست رو میتونیم مشاهده کنیم و بررسی کنیم. گزینه بعدی اکچویشن تست هست که میتونیم تست عملگر بگیریم و گزینه آخر اسپشیال فانکشن هست که با استفاده از این گزینه میتونیم عملیات‌های ویژه‌ای از قبیل ریست کردن، تعریف و یا کالیبره کردن رو انجام بدیم. در ادامه به بررسی این گزینه‌ها میپردازیم. گزینه اول ماژول اینفورمیشن یا مشخصات نرم افزاری و سخت افزاری یونیت مورد نظر که اون رو انتخاب میکنیم. همونطور که مشاهده میکنید در این صفحه یک سری آیتم وجود داره که هر کدوم کد مشخصه نرم افزاری یا سخت افزاری مربوط به یونیت مورد نظر خودشو داره. به عنوان مثال بوت سافت نامبر یا شماره بوت نرم افزار، سافتور نامبر یا شماره نرم افزار، کالیبریشن آیدی یا شناسه کالیبراسیون که شما برای اینکه بخواید نرم افزار یونیت مورد نظر رو ارتقا بدید بایستی این اطلاعات رو داشته باشید و با استفاده از پروگرامر نرم افزار یونیت مورد نظر رو ارتقا بدید. گزینه دوم رید فالت کد یا خواندن کدهای خطا انتخاب میکنیم. در این قسمت در صورتی که یونیت مورد نظر کد خطایی در حافظه‌اش وجود داشته باشه اینجا به ما به همراه توضیحات اون کد نمایش داده میشه. اگر دستگاه دیاگ به اینترنت متصل باشه شما میتونید با انتخاب کد سرچ به اینترنت متصل بشید و توضیحاتی رو
برای رفع ABRB و بررسی دقیق‌تر کد خطا به زبان انگلیسی در فضای وب مشاهده کنید. گزینه سوم Clear Fault Code یا پاک کردن کدهای خطا. دقت داشته باشید قبل از اینکه این گزینه رو انتخاب کنید حتما باید Read Fault Code رو وارد بشید و کد خطای موجود رو بخونید و ازش اطلاع داشته باشید، به این دلیل که در فرایند ABRB اون کد خطا رو از دست ندین و سرنخ خودتون رو در مسیر ABRB گم نکنید. بنابراین من با توجه به اینکه Read Fault Code رو در مرحله قبل خوندم الان میام گزینه Clear Fault Code رو انتخاب میکنم. همونطور که مشاهده میکنید دستگاه به ما یک پیام داد که میگه IG on engine off، یعنی که سویچ باید باز باشه، موتور باید خاموش باشه. اگر از این شرایط مطمئن هستید گزینه yes رو بزنید تا کد خطا پاک بشه. بنابراین من با توجه به اینکه سویچ باز هست و موتور خاموش هست گزینه yes رو انتخاب میکنم و دستگاه به من اینجا پیام میده که Clear Fault Memory Completed، یعنی که کد خطا رو پاک کرد. بنابراین من گزینه اوکی رو انتخاب میکنم. گزینه چهارم Read Data Stream یا خواندن پارامترها انتخاب میکنیم. همونطور که مشاهده میکنید در این قسمت 151 پارامتر مربوط به یونیت موتور این خودرو هست که این تعداد در خودروهای مختلف میتونه متفاوت باشه. ما میتونیم هر کدوم از این پارامترها رو انتخاب کنیم و اون پارامتر رو بخونیم و ببینیمش. به عنوان مثال در این قسمت من گزینه اکسلراتور پدال پوزیشن سنسور 1 و اکسلراتور پدال پوزیشن سنسور 2 رو که مربوط به موقعیت پدال گاز هست رو انتخاب میکنم. بعد از اینکه انتخاب کردیم اوکی رو میزنیم و وارد یک صفحه دیگه میشیم. در این صفحه همونطور که میبینیم ولیو یا مقدار اون پارامتر به صورت عددی به ما نمایش داده میشه. همچنین یک گزینه دیگه هست به اسم آپشن که این اجازه رو به ما میده که پارامتر رو مورد نظر رو به صورت گراف مشاهده کنیم که در ادامه من از همکارم میخوام که پدال گاز رو فشار بده تا تغییر رفتار این پارامتر رو با هم دیگه ببینیم. خب همونطور که مشاهده میکنید عدد این پارامتر تغییر پیدا کرد. حالا من کرو یا نمودار این پارامتر رو انتخاب میکنم تا رفتار این پارامتر رو به صورت نمودار مشاهده بکنم. میبینیم که با فشار دادن پدال گاز نمودار برای ما ترسیم میشه و میتونیم این پارامتر رو ببینیم. همچنین در این قسمت با زدن این فلش میتونیم این گزینه رو فعال کنیم تا هر دو تا سنسور به صورت همزمان رفتارشون در یک صفحه برای ما نمایش داده بشه. گزینه پنجم اکچویشن تست یا تست عملگرها انتخاب میکنیم. همونطور که مشاهده میکنید در قسمت تست عملگرها تمامی عملگرهایی که مربوط به این یونیت هست و از ECU فرمان میگیرن برای کار کردن در اینجا به ما نمایش داده میشه. گاهی اوقات پیش میاد که ما میخوایم یکی از عملگرها رو به تنهایی با فرمان دادن از طریق دستگاه دیاگ فعال کنیم و از صحت کارکرد خود عملگر و مسیر سیمکشی اون اطمینان حاصل پیدا بکنیم که به عنوان مثال در این قسمت من گزینه فن موتور کنترل های اسپید یعنی حالت دور تند فن رو انتخاب میکنم تا این عملگر رو تست کنم. خب در اینجا یک سری اطلاعات مشاهده میکنیم که دونه دونه بررسی میکنیم. کارنت آیتم به ما میگه که کدوم عملگر رو انتخاب کردیم که ما فن موتور کنترل های اسپید یعنی حالت دور تند فن موتور رو انتخاب کردیم. دیوریشن یا همون مدت زمانی که این تست طول میکشه که 5 ثانیه است. کاندیشنز یا همون شرایط تست که به ما میگه IG آن باید باشه، انجین آف باید باشه، یعنی سویچ باز، موتور خاموش. و در نهایت ریزالت یا نتیجه تست رو به ما اینجا نشون میده. من گزینه استارت رو انتخاب میکنم تا فن شروع کنه به کار کردن و اونو بررسی کنم. همونطور که صدای فن رو میشنوید فن شروع کرد به کار کردن به مدت 5 ثانیه و نهایتاً نتیجه آزمون رو اینجا به ما نشون داد که ساکسس به معنی موفقیت آموزیدن تست.
من تا زمانی که گزینه استاپ رو انتخاب نکنم این تست در قالب زمانبندی 5 ثانیه تکرار میشه. بنابراین من گزینه استاپ رو انتخاب میکنم تا تست تموم بشه. گزینه آخر اسپشیال فانکشن یا عملیات ویژه. گزینه ها و مواردی که تا اینجا بررسی کردیم مانند خواندن کدهای خطا، پاک کردن کدهای خطا، خواندن پارامترها همگی جزء جنرال فانکشن یا عملیات عمومی بودند. اما اسپشیال فانکشن یا عملیات ویژه عملکردهای مهمتر و تخصصی تری رو در اختیار شما قرار میده که ما این رو انتخاب میکنیم. در این قسمت گزینه‌هایی رو مشاهده می‌کنیم که با توجه به سال ساخت خودرو، برند خودرو و یونیت مورد نظر میتونه متفاوت باشه. پیشنهاد می‌کنیم برای اینکه از این قسمت استفاده کنید، دوره‌های آموزشی تخصصی دیجیتال خودرو رو گذرونده باشید تا بتونید به نحو احسن از عملیات ویژه در فرآیند ایبیابیتون استفاده کنید. به عنوان مثال ما گزینه ریستینگ ادپتیو ولیوز یا همون ریست کردن مقادیر تطبیق یافته ECU رو انتخاب میکنیم. با انتخاب این گزینه یک کادری نمایش داده میشه که شرایط این عملیات ویژه رو به ما نشون میده که میگه IG آن، انجین آف باید باشه، یعنی سویچ باید باز باشه و موتور در حالت خاموش باشه. من اوکی رو انتخاب میکنم. از اونجایی که این عملیات ویژه بسیار مهم هست، مجددا دستگاه دیاگ از ما تایید میخواد که آیا مطمئن این کار رو انجام بدی یا نه، که اگر من اوکی رو انتخاب کنم این فرایند اتفاق میفته. دقت داشته باشید به هر دلیلی اگر دستگاه دیاگ نتونست از طریق وینکود خودرو شناسایی کنه، ما باید به صورت دستی خودرو رو انتخاب کنیم که برای این کار گزینه دیاگنوستیس رو انتخاب میکنیم. در این قسمت با توجه به اینکه خودرویی که داریم بررسی میکنیم کیا استراتو هست، از ناحیه جغرافیایی آسیا خودروی کیا رو انتخاب میکنیم. اینجا ما دو گزینه برای کیا مشاهده میکنیم. یک گزینه کیا برای ناحیه جغرافیایی کشور کره هست، یک گزینه برای کیا بجز کشور کره و یا به اصطلاح برای ناحیه جغرافیایی عمومی هست که ما این گزینه رو انتخاب میکنیم. در اینجا گزینه اوکی رو انتخاب میکنیم. دقت داشته باشید وقتی VCI با خودرو ارتباط برقرار میکنه، رنگ LED روی VCI از رنگ سبز به حالت آبی چشمک زن تغییر پیدا میکنه که شروع میکنه با خودرو ارتباط برقرار پیدا میکنه. خب در اینجا از اونجایی که VCI ما به سوکت ABA به 16 پین متصل شده، ما گزینه 16 پین رو انتخاب میکنیم. در این قسمت ما باید به صورت دستی نام خودرو و مشخصات اون رو انتخاب کنیم که گزینه منوالی سلکت رو انتخاب میکنیم. ناحیه جغرافیایی عمومی رو انتخاب میکنیم و در اینجا باید نام خودرو و مدل اون رو انتخاب کنیم که خودرو مورد نظر سراتو فورت TD هست. سال ساخت خودرو که 2012 هست رو انتخاب میکنیم. این خودرو دارای موتور 1.6 لیتری بنزینسوز هست که اون رو انتخاب میکنیم. اینجا ما میتونیم با انتخاب گزینه هلث ریپورت یک گزارش سلامت کامل از تمامی یونیت ها در اختیار داشته باشیم و یا اینکه سیستم سلکت رو انتخاب کنیم و هر کدوم از یونیت های مورد نظرمون رو بررسی کنیم که به عنوان مثال در اینجا ما سیستم سلکت رو انتخاب میکنیم. همونطور که در طول ویدیو توضیح داده شد، از این قسمت به بعد با توجه به عیبی که روی خودرو وجود داره میتونید یونیت مورد نظر رو انتخاب کنید و فرآیند عیبیابی رو ادامه بدید. ممنونم که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودید. در انتها لازم به ذکره که برای کسب اطلاعات بیشتر و یا آشنایی با انواع تجهیزات و عملکردهای محصولات تینکار، ویدیوهای ما رو از طریق سایت، اینستاگرام و یا کانال آپارات دیجیتال خودرو دنبال کنید.